ساکنان شهر و دیهات اسفر چون دیگر مردم کشور جشن 24 سالگی روز وحدت ملی را با شکرگزاری از ثبات و آرامی و رشد و شکوفایی تاجیکستان عزیز با شکوه و شهامت خاصه تجلیل نمودند. با این مناسبت در کاخ فرهنگ جماعت دیهات وارو جمع‌آمدی عیدانه برگزار گردید. ارزشمندی و اهمیت بزرگ و تقدیرسازی سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی، سهم و نقش صلح‌آورانه، مقام و منزلت وحدت آفرانه و خدمت‌های بی‌بهای اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در بیانیه‌رسانی سازشنامه سرنوشت‌ساز و استقرار صلح ضمن سخنرانی‌های رئیس شهر اسفر بهاءالدین بهادر زاده و نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت صلح شریف جان احمدов واضح و روشن بازگویی یافتند. ضمن تذکر داده شد که اخلاق خرد ازلی مردم تاجیک و روح توانای پیشوای اصیل خلق و ملت سرمعمار صلح و وحدت پرزیدنت کشور امامعلی رحمان بود که سازشنامه صلح سنگرها را شکست، کینه‌ها را دور کرد و زخم‌ها را شفا بخشیده مردم تاجیک را به گرد دسترخوان وحدت جمع آورد. با امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در حیات سیاسی و اقتصادی و معنوی و فرهنگی جامعه ما مرحله تازه را آغاز نموده با اعمار جامعه دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی و اجتماعی وسعتی تازه بخشید. از این خاطر قدر و منزلت سند صلح ما برابر با اعلامیه استقلالیت ماست، چونکه یکی اگر برای ما مستقلیت آورده باشد دیگری در سرزمین اذیت دیده ما صلح و ثبات و وحدت ملی را تامین نموده است. همزمان مایه افتخار ماست که الحال تجربه نادر صلح تاجیکان را سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی و دولت‌های دنیا می‌آموزند. در روند 22 سال احیای ملی، 22 سال بهمایی، 22 سال صلح و ثبات و آرامی، مهمتر از همه پایدیوار کاخ بزرگ وحدت بنیاد گذاشته شده کشور صاحب اختیار و دولت مستقل ملی امان در جاده بنیاد جامعه شهروندی قدم‌های استوار نهاده است. در دوام 24 سال صاحب وحدتی مردم وطندوست شهر اسفر نیز محض از برکت استقلالیت و آرامی و صلح و ثبات امکان پیدا کردند که رشد باثبات ساحه‌های مختلف را تامین کرده در این زمینه به آبادانی دیار، حل مسائل اجتماعی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی موفق گردند. باید تذکر داد که با مقصد در سطح بلند سیاسی و فرهنگی استقبال گرفتن جشن وحدت ملی و 30 سالگی استقلالیت دولتی در شهر و دیهات اسفر کارهای سازندگی و آبادانی، بنیاد کارخانه‌های نو استحصالی، ساختمان و تعمیر و ترمیم راه‌ها، بینای و انشاءات، مؤسسه‌های ساحه معارف و فرهنگ، بلند برداشتن حاصلناکی محصولات کشاورزی، تأسیس جای کاری علاوه‌ای، کبودی‌زارکنی کوچه و خیابان‌ها، باغ‌های فراغتی و استراحتی در محور توجه دائمی قرار گرفته در این دوره به استقبال این جشن بزرگ ملی 420 انشاءات بنیاد و تعمیر و از نوسازی گردیده است. در رفت تجلیل جشن وحدت در وضعیت تنتنوی به پیشقدمان ساحه‌های گوناگون شهر و دیهات اسفر سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی سپارده شدند. صنعتکاران بخش فرهنگی شهر با برنامه زیبا و جالبی وصف کننده صلح و ثبات، وحدت و یکدیگرفهمی و استقلالیت ملی و دولتی خاطر اشتراکداران را شاد گردانیدند. زنده باد